سلام بچه‌های گل چطورید؟ آقا من امیرلندرز هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو بچه‌ها. امروز اومدیم بریم 15 نوع TNT جدید تو ماینکرافت اضافه کردم با یه مود. قراره بریم تک تکشون رو تست کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی هم من کردید و آره دیگه حمایت خیلی ویدیوهای بهتر خفن‌تری میذارم. آره کانال تلگرامم توی دیسکریپشن هست، حتما عضو شید. مودای خفنی میذارم، اخبار مهم ماینکرافت هم میذارم و خیلی کارو میکنیم، حتما عضو شید. آره مرسی، لایک فراموش نشه. بگم برو سراغ ویدیو، لیتس گو. برو بریم که این TNT های جدید رو ببینیم. بچه‌ها من خیلی دوست داشتم سروایو بریم و توی جان صاف نباشه، یعنی سروایو بریم، ولی متاسفانه تو توضیحاتش بودم انقدر بمبا چیزا بلند میترکن خفنن تا فرار کنیم یه سره میبینیم، نمیتونیم قشنگ نگاه کنیم. بریم ببینیم. بچه 15 هم نبود، بیشتر بودن، 17 تا بمب جدید بود که الان همشون میبینید چه بمبای خفنیه. میریم تک تک اینا رو تست کنیم. حالا برو بریم. قبل از اینکه ما بریم سراغ تست کردن این بمبا حتما لایک کنید و اگه ما رو ساب ندارید حتما ما رو سابسکرایب کنید. بچه اولین TNT اینه که مثل این میمونه باتری باشه. باتری مثلا ماشینی، باتری چیزیه، ماشین نیست، باتری یه چیزیه. حالا من یه فندک هم بردارم. نه این فندک فلینت. خب اینو روشن کنیم ببینیم چی میشه. ولی خب الان نزدیک چسته، به چسته میتره که بذار من ببرم یه جا دیگه. اینجا میتره کنیم ببینیم. یا علی یا حسین چجور میتره کنی، نگاه کن. چی شد؟ نه ترکید بچه، اصلا نه ترکید انگار. یه بار دیگه بزنم. چی شد؟ نه بچه ها نمیترکه. همونجور که گفتم واسه انگار برقه، منبع برقه، به خاطر همین چیزه. این برق فقط میده اون کسایی که دور برشن میرن. جا ستاشخالی هرچی تست کردیم و بریزیم دور. این دوتا اینا دیگه تست کردیم. و بچه ها واسه ساخت این TNT هم تو سروایو همین بمبی که الان تست کردیم این نیازه. احتمال از این برقا توش تو همه این بمبا نیازه. بریم اینیکی که یه قابلمه مذاب مثل اینه که قابلمه رو باش توش TNT خیلی خوشگله. یعنی چقدر روی مود کار کردن اینجوری ساختن، خیلی خوشگله. نگاه کن. اینو روشن کنیم سری فرار کنیم. TNT داخلش روشن شد. اوه لگ یو علی بچه این TNT زد ترکون مذاب داد. اوه چقدر بچه خفن. یعنی مذاب پرد شد، جدا اینکه همه جا ترکید مذاب هم ریخت. اینقدر یه TNT انفجار داشت. خیلی عالیه، خیلی عالی. این چیز حال میده واسه خراب کردن بیس ها حال میده. اینو ولش کنیم بندازیم این دور. بریم اینیکی رو امتحان کنیم. اینو اینیکی میزنیم اینجا. TNT بهش چند تا TNT کوچیک انگار وصل شده، بهش با سیم وصل شده. بهتر کنیم چیه. دور شیم. اوه یا علی بچه چقدر این TNT خفن بود. الان مقایسه کنیم این TNT که الان انداختیم این خیلی خفن تر بود، چون ترکوندیم چند تا هم بعدش پرت کردیم و اونور پرت شد، خیلی بلند پرت شد، ترکید. اینم خوب بود. بریم TNT بعدی. حالا بچه این TNT بریم ببینیم این چی داره. بریم واردن مانند میخوره. بریم بزنم. تکون داره میخوره بچه این. اوه چقدر بچه این TNT منو پرت میکنه اونور، یعنی نمیتره که واسه مثلا پرت کردن با امواج پرت میکنه. ببینید. اوه این اصلا واسه کشتن فردی، اینا واسه این به درد میخوره. بریم TNT بعدی. شکلش که شکل خاصی نداره، شبیه چرت و پرت ساختن اینو. بزنیم این چیه. اوه میچرخه. یو علی بچه TNT رد و برقه، چه باحال. یه دونه دیگه بزنیم. اینو نمیخواستم بزنم، اینو بزنم. یه دونه دیگه بزنیم. اینم چجور میشه. به به یا حضرت خدا برسم به داده. هیولا اسپان کرد.
بچه من فکر کنم این TNT شانسیه، هر بار بزن یه شانسی اتفاق میفته. یه بار دیگه بزنم. آره یه چیز شانسیه. اصلا دایمند داد. هوا داره بارون دایمند میاد، نگاه کن. دایمند پولدار شدیم. به بچه این بمب هوا داره دایمند میباره، نگاه کنید. خیلی خفن بود. این خیلی خفن بود. حالا اینو بزنیم. اون چیه؟ خفن ترینش به نظرم همین بود که شانسی بود، خیلی عالی بود. حالا این TNT چیکار میکنه؟ یخه، انگار یخ میزنه. چی شد؟ چطور گیری کردم؟ نمیتونم تکون بخورم. الو گیر کردم. چقدر این بمب خفن بود. ما رو میندازه توی یخ، زندونی میکنن. کریپرم رفته توی یخ. ها اذیت بود، فشار بخور. خوردم ناموسن خوردم. آقا بریم TNT بعدی که اینه. فکر کنم خیلی خفن باشین. فقط دوباره قبل از اینکه من خیلی میگم چون خیلی دوست دارم ساب شم دیگه. آره دیگه حمایت کنید، لایک کنید، زنگوله بزنید، منم ساب کنید، یه کامنت خفنم واسمون بذارید، دمتون گرم. بزنید اینو روشن کنیم. اینم به عشق شما. اوه فش است. این فش چند تایی حال میده. بذار ساب کنم هوا رو. فش است اینی که بوم نیست. بذار من فش بزنم چند تا. اینجا فش بذارم. خب ما رو بزنه. فش بازی، درق بازی. اوه بچه خیلی اینی که هم باحال بود. اینا رو تست کردیم. چند تا دیگه هم تو جعبه هست، بریم اونا رو هم تست کنیم. اینا رو بریزیم تتاشخال. خب بچه یه تعداد دیگه هم مونده که ما بریم اونا رو هم تست کنیم. اینقدر دیگه مونده، یعنی خیلی مونده هنوز. بیاین اینا رو هم تست کنیم. این از این 2 تا دیگه مونده، بعدش باید تست کنیم. خب بریم سراغ این ببینیم چیه. شکل خاص و باحالی هم داره. روشنش میکنیم. صدا آهنگ میده بچه. او بچه رقص نوره، بمب رقص نور. صدا آهنگ هم میده. جان رفت. این بمب بچه فان بود، خیلی فان بود، رقص نور داشت. اینی که رو میزنیم مثل بلیز میمونه، انگار بلیز دورش اینجوری میمونه. یو ابوالفضل نگاه کن چی کار کرد حاجی. چقدر بمبش همه جا رو آتیش زد. این بمب هم خیلی خفن بوده، چون همه جا رو آتیش زد. بریم سراغ این بمبه. مثل بمب ساعتی میمونه. اینه که مثلا میزنن دید صدا میاره. بزنیم ببینیم چی میده. خدا من این چه جور باشه. یو علی، یو حسین، نگاه کنید بچه چقدر خفن ترکید. اینجا اینا هم خودش ترکونده. این کلمات این اسم انگار زده. این ترکوند. عالی هستن، عالی، کیف کردم. ببینیم این چیه این. علامت درمان میاد، علامت سلامت میاد. این احتمالا بچه جونمون کم باشه بهتر کنیم، جونمون زیاد بشه و سراغ این بمب بریم. این بمب بچه خیلی بزرگه، خیلی بزرگن و قد منم بهش نمیرسن. 2 بلاکه، اندازه 2 بلاکه. نگاه کنید چقدر. فکر کنم خفن ترینشون این باشه. بزنیم. خیلی باید بریم عقب فکر کنم چون خیلی بزرگه. بریم ببینیم چه میکنه. نمیتره که اسکلمون کرده. لگو ببین. یو حسین بچه ها اینجا رو نگاه. همه رو این بمب ترکوند. بابا باری کلا عالی، خیلی عالیه. عالی بود بچه. نگاه کن خیلی عالی بود. اینو بذاریم ببینیم چیه. این دورش بچه رده های قرمزه و این ورش میریم رده قرمزش میره. نگاه کن مثلا میام این وری میره. باحاله. بهتر کنیم چی میشه. او بچه سیاه چاله. چی میشه سیاه چالش؟
فکر کنم باید بکشه طرف خودش این چیزو، هر موجودی طرفش باشه. الان این اصلا رو میکشه طرف خودش. آره بچه این بمب رو بزنی هر کی اونور باشه میره طرفش. حالا اینو بزنیم ببینیم این چیه. این چه چیزی داره باحال. چی شد بچه؟ زمین داره میلرزه. چی شد بچه؟ یهو زمین لرزید. نمیدونم چه اتفاقی افتاد. یه بار دیگه این TNT رو بتره کنیم. هر کی طرفش بود که مرد. فقط این زمین لرزید. نمیدونم چه اتفاقی افتاد. ببین زمین میلرزه. ببین میلرزه زمین. نمیدونم چرا. من فکر کنم این لرزشی. نمیدونم والله. ولی خوب بود. آره خوب. بریم دست 2 تا دیگه TNTه. بیا 2 تا دیگر هم ببینیم. آره اینا هم چستمون. 2 تا رو بذاریم با اینا تعویض کنیم. خب بچه این 2 تاست که یکیش مثل چیز میمونه، شبیه خاصی نیست ولی میزنیمش. حالا ببینیم چی میشه. اوه بچه چقدر باحال. بچه نگاه کنید. خب این بمب خیلی خفن بود. الان زدیم. ببین چی کار میکنه. بمب میترکه بهمون جاذبه میده. جاذبه رو یعنی از دستمون میگیره میریم هوا پرت میشیم زمین. ببین میریم هوا. نگاه کنید میکونه ما رو زمین. خیلی باحاله. حالا این بمبه که عکس کلیپر فکر کنم خیلی خفن باشه چون عکس کلیپر هم کشیده. داریم اینجا بس علی این زیاد بچه ترکیدن خاصی نداشت ولی مثلا شکلش باحال بود. مثل این آژیر پلیسا هستن اینجوری میچرخن اتفاقی مثلا بدی میفته اینجوری. بذار منم نزدیک ببینم خودش. بچه این بمب امنیتیه. یعنی مثلا میذاری اینجا هر کی از اینجا رد شه شناسایی میشه. مثلا من رد شدم شناسایی میشه خود به خود میترکه. خیلی باحاله. این گل به پایان ویدیو رسیدیم بچه‌ها. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. فقط یه چیزی رو بگم. آقا اون قلب و قرمز کن، لایک کن، ساب کن، اون زنگوله هم بزن. اگه هم دوست داشتی کامنت خفن بذار. اگه لایکای این ویدیو به 5 تا برسه 1000 تا TNT توی ماینکرافت میتره کنم و فیلمش هم میگیرم. گوشی کامل قراره بپکه. سر یه TNT یه قول پیکر که همچین اتفاق افتاد. حالا فکر کن سر 1000 تا TNT چه اتفاقی افتاد. سر 1000 تا TNT معمولی. مرسی تا یه ویدیو دیگه. راست اینم بگم یادم رفت اینم بگم. کانال تلگرام رو حتما دنبال کنین که خیلی حمایت بزرگی هم میشه. لایک هم کنید دیگه. تا یه ویدیو